میلیونر بشه. من دوستان عزیز ما با انرژی اومدن اینجا که مرحله دوم مسابقه رو با هم اجرا کنیم. این بخش مسابقه مربوط میشه به اطلاعات عمومی. دوستان آماده هستن؟ بله. خب نه این سوال اختصاصی گروه آبی. سریع سه تا از باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس رو برای ما نام ببر. بله. میدلزبرو. آفرین. شموشک نوشن. راه آهن مثل کرمان. ستای آخری لیگ امارات بازی کنه. چه بازی کنه؟ میدلزبرو درسته؟ میدلزبرو. بله. نرو. کجا نره؟ بمون بدن برو. حالا بودی. پارسال بود امسال آشنا. زیاد زحمت نکش دوست. بیا بدن برو. برو بدن بیا. آقا بس دیگه. فهمیدم میدلز. خب گروه قرمز بازیکن اسطوره‌ای آرژانتین که اسمش از یک نوع فلزم هست و در بارسلونا بازی میکنه. پله مال برزیل، بازیکن قدیمی. پله همین راه پله میه فلزی همون. نه عزیز من ببین لیونل. لیونل آلومینیوم کونه مسی کونه سموری کونه لکی کونه لیونل مسی بازیکن بارسلونا. اهلا. بله میدلز باز این ورا تشریف بیار. آقا میدلز بودی بدن دوست عزیز میدلز تموم شد. قربون شکلتونم میدلز برو تموم شد. خب و اما قسمت دوم پایتخت ها. آماده هستید؟ پایتخت فرانسه گروه آبی. بله. قاهره. قاهره مصر آفریقا میان نه. آفرین. یاریس. نه باریس. نه بوینس آیرس. نه عزیز من این مال آرژانتینه. نه همونی که بهشون گفت. پاریس نه. میدلز برو آقا میدلز برو چی عزیز من؟ پاریس. باریس. میدلز برو. کلمات چرا پس پیش گویی آخه؟ من چی دانم؟ آماده هستی گروه قرمز پایتخت ترکیه. کلالامپور. نه زیمبابوه. انکورا. آقا نه کره نه انکارا. میشه چی؟ انقره. نه آقا جان کارا. انکورا. بگو خب من بگم توضیح بدم. انکورا. چی کنه؟ بابا این چی؟ آنکارا عزیز من آنکارا. تمام شد. بگو ده من بگم ده آره. افغانستان. کابل. نه. بوینس آیرس. کابل مخابراتی. آیرس بوینس. کابل فشارقبی. پاریس. قاهره. کابل دوست عزیز. کابل بگوی کابل. بله. کاشف قاره آمریکا گروه آبی. کریم پوسکولوف. او کریستیف تارزان. نه قبل از تارزان به دوستتون چی گفتید؟ کریم پوسکولوف. نه قبلش بعدش میدلز برو. بوینس آیرس. کریستوف کلمب کاشف قاره آمریکا. بله متاسفانه توسید سلسله تیموریان رو برای ما توضیح بده گروه قرمز. بله مؤسسش تیمور چلاق بود. نه تیمور چلاق. چلوک چی آقا زیگرای رازی کاشف قطر. بله متاسفانه نتونستید. قلعه رودخان در کجا قرار داره گروه آبی؟ زامسرا. آستانه. خیر. لشن شاه. خیر. زیابه. خیر. امکنار. خیر. لایجان. همه لایجان. دور لایجان. کمسنه دور. همه جا را گفتن الا فومن. گروه قرمز دقت کن عزیز من به سوال. پل خشتی در لنگرود در کجا قرار دارد؟ کلالامپور. رودزا. آقا پل خشتی لنگرود در کجا قرار دارد؟ سومنسرا. لایجان. خشکیبیجان. رشنشا. انزلی. دیلده. چوکام. پاچگین. فورشکی. جیلیسر. لنگرود. خیلی بردی و یه چاقوی دیگه. کلاچای بود. خب بینندگان عزیز به پایان این بخش از آیتم مسابقه همون رسیدیم.